خدا نامش سرآغاز بیان است که برتر از خیال و هر گمان است. دوستان عزیز، دین مبین اسلام به موضوع پیوستن رابطه خویشاوندی توجه خاص ظاهر نموده از قطع کردن آن ما را هشدار داده است. خداوند در سوره نساء همه انسانها را خطاب کرده از کنده کردن صله رحم منع نموده است. خداوند می فرماید: واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، و از آن خدایی که به نام او از همدیگر حاجت می خواهید بترسید و از قطع رابطه خویشاوندی بپرهیزید. بنابراین آیه کریمه علما می گویند که صله رحم یعنی پیوستن خویش و تبار فرض بوده، قطع آن حرام است. حتی اگر خویشاوند غیر مسلمان هم باشد، نباید مسلمان رابطه خود را با او قطع کند. وقتی اسماء دختر ابوبکر رضی الله عنهما از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند که مادرم به مدینه آمده است، آیا به زیارتشان بروم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفتند: بله، هرگز رابطه‌ات را با مادرت قطع مکن. در حالی که مادر اسماء رضی الله عنها آن زمان از جمله مشرکان بودند. صله رحم باعث فراخی رزق و زیادشوی عمر می گردد. در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که می گویند: من احب ان یبسط له فی رزقه و ینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. کسی که دوست می دارد رزقش فراخ و عمرش طولانی شود، باید رابطه خویشاوندیش را پیوسته نگاه دارد. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایت صحیح دیگر می گویند: لا يدخل الجنة قاطع. هر کی با خویشاوندانش قطع رابطه کند داخل جنت نمی شود. حضرت عمر رضی الله عنه به والیان خود در منطقه های گوناگون سپارش داده چنین می گفتند: به مردم بگویید تا به زیارت خویشاوندانشان بروند. معنای صله رحم آن است که حتی اگر خویشاوند از ما روی گرداند هم نباید ما ارتباط خود را با او قطع نماییم. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم با عقبه ابن عامر رضی الله عنه گفتند: ای عقبه، حتی اگر خویشاوندانت رابطه اش را با تو قطع هم سازد، تو رابطه ات را با وی قطع مکن. دوستان عزیز، رمضان بهترین فرصت برای انجام عبادت ها و پاک ساختن دل از کینه و کدورت است. گرچه امسال رمضان در حال مهمان ما گشته است که عالم دچار مبارزه با وبا است، اما نباید این حالت ما را از یاد خویشاوندان و نزدیکانمان غافل سازد، بلکه برعکس در این شب و روزها هنگام سر زدن مشکلات با آنها دست کمک دراز کردن اهمیت بیشتر دارد و ثواب آن هم زیادتر می گردد. به خصوص در این شرایط شاید عائله های زیادی هستند که فرزندان و نانآوران خانه هایشان در مهاجرت به سبب پیداشوی وبا درمانده امکان کمک به اهل بیتشان را ندارند. اگر هر یکی ما از احوال همدیگر پرسان شویم و به اندازه تواناییمان به نزدیکان محتاجمان دست کمک دراز کنیم، سعادت دنیا و آخرت را به دست خواهیم آورد.